به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان ارجمند، زبان آموزان گرامی. درس چهارم است از سلسله درس های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف C. calculator 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 کلکولیاتور یعنی که حساب کنک، ماشینه حساب کنک. ceremony 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 جشن، جشنواره، مراسم، آیین. circle 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 حلقه، دوره، دایره. یک چیزی گرد را هم circle میگویم، گرد. color 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 رنگ. این بود درسی چهارم. تا درسی نوبتی، خدا نگهدار.